تبلیغات داغ نامزدهای ریاست جمهوری در روزهای پایانی تبلیغات ادامه داره. آقای پور محمدی نامزد انتخابات این ویدیو رو در اختیار خبرگزاری صدا و سیما قرار داد. مدیریت کشور باید از همه ظرفیت‌ها تو کشور استفاده کنه. حالا یه دو سلیقه‌شو مثل ما نیست، خب نباشه، ولی هنرمندن. شما از هنرمندا استفاده نمی‌کنید، مگه هنرمندا ما رو قبول دارن؟ شما از بازیکن‌ها مگه همه ما رو قبول دارن؟ ورزشکارا تو میدون میرن قهرمان میشن، فوتبالیستا ما رو قبول دارن؟ کشتیگیرا ما رو قبول دارن؟ همشون. هنرمندا ما رو قبول دارن؟ باباشون احترام میذاریم، زندگیشون تامین میکنیم، اونم میگن شما رو قبول داریم، میرن تو میدون پیروز میشن، افتخار میکنیم، رهبری بهشون مدال میده، جایزه میده، تشویقشون میکنه. مگه اون همه رهبری رو قبول دارن؟ نه. مگه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ دیگر نامزد انتخابات آقای جلیلی روز گذشته در میدان امام حسین در جمع حامیانش نسبت به بازگشت به عقب هشدار داد. 11 سال پیش همین ها اومدن کلیدم نشون دادن، نتیجهش چی شد؟ ضعف رو با شجاعت میتوان برطرف کرد، نه اینکه هنوز سر کار نیامده میگن اگه چند ماه دیگه فلانی در فلان سر دنیا اومد سر کار اون موقع چی؟ اینجا جوابشون جواب عزیز ماست، شهید قاسم سلیمانی است که میگفت آقای ترامپ قمارباز حریف تو مایی. این نامزد انتخابات شب گذشته بعد از مناظره چهارم به میان حامیانش که به خیابان آمده بودن رفت. همچنین در ادامه سفرهای انتخاباتی عصر امروز به کرمان خواهد رفت. آقای قاضیزاده هاشمی با انتشار ویدیویی در فضای مجازی نوشت جنگ امروز جنگ اراده هاست. همچنین این نامزد انتخاباتی در مصاحبه تلویزیونی از ارتقای سهمیه اجتماعی و جلب اعتماد و رضایت مردم در دولت احتمالیش گفت. 100 تا موضوع رو شناسایی کردند و برای اونها راه حل‌های سریع به طوری که در طی 1.5 سال تا حد زیادی مشکل تخفیف پیدا بکنه شناسایی کردن. قول رو میدیم که در همون 2 سال ابتدایی دولت مردم، دولت خانواده، در این 100 موضوع انشالله یک رشد قابل ملاحظه‌ای در رضایتمندی مردم اتفاق بیفته. دیگر نامزد انتخابات آقای زاکانی هم با انتشار ویدیویی از یک مستند در مجازی فعال بود و نوشت نمیگذاریم سر مردم دوباره کلاه برود. بخشی از مستند هم توسط ستاد این نامزد به خبرگزاری صدا و سیما ارسال شد. قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مقصد انگیز دوره مدیریت آقای زنجانی. آقای پزشکیان دیگر نامزد انتخابات هم با انتشار ویدیویی از مناظره چهارم نوشت و سلام. این پیام همراه با انتشار ویدیویی از مناظره چهارم توسط آقای پزشکیان در فضای مجازی منتشر شد. مردم بپرسین چرا ما رو قبول ندارن؟ چرا دارن نخبه ها از کشور خارج میشن؟ به خاطر رفتار حاکمانه ما، به خاطر امر و نهیایی که داریم، به خاطر اینکه ما تصور میکنیم عقل کلیم، در همه چیز ما نقشه داریم، اونایی دیگه حالشون نمیفهمن، پس ما باید بر اینا نقشه بنویسیم. ولا تقولن انی مؤمر آمر فاوتا، نگو من امیرم دستور خواهم داد اینا اطاعت بکنن، به محاکمه میکشم، روزگارشون رو سیاه میکنم. ان ذلک ادغال فی القلب منحکة للدین و تقرب من الغیر. السلام. این نامزد انتخابات هم عصر امروز ابتدا به کرمان می رود و بعد هم در جمع مردم یزد حاضر خواهد شد. آقای قالیباف دیگر نامزد انتخابات با ارسال ویدیویی به خبرگزاری صدا و سیما مروری داشته به 5 وعده انتخاباتیش. به هر میزان تورم بره بالا من سپر حمایتی برای شما درست میکنم، نمیذارم سفرتون کوچیک بشه. بعدم یه موضوعی که الان دارم جهیزیه است. قیمت اینها فقط به اندازه‌ای که افزایش حقوق پیدا میکنین افزایش پیدا میکنه، بیش از اون رو حتما من تحت پوشش قرار میدم. 100% اونه که در روستا زندگی میکنن، 80% اونه که در شهرهای ایران زندگی میکنن. ما 200 متر زمین رایگان به همه میدیم. بحث مربوط به خودرو در کشور، ما معتقدیم باید حتما واردات انجام بشه. این نامزد انتخابات هم بعد از پایان مناظره 5 عصر امروز 2 سفر به تبریز و اهواز خواهد داشت. 8 صبح پنجشنبه 7 تیر ماه مهلت قانونی تبلیغات نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پایان میرسد. فاطمه هنرور، خبرگزاری صدا و سیما.